Assalomu دخترای خوشرو. قشم و خوشرو شده یعنی کرتای زیبا از کجا باشد؟ این کرتای زیبای عروسی از عروسی زمانوی. مغازه در کجا است؟ در همین خود کارم. بهترین. اینا چی باشن؟ اینا ویزیتکای هستن که در درون اینا توفه دارن. یک تاشا میتی؟ این ویزیتکای مغازه عروسی زمانوی است. توفه دارد؟ بله. حاضر معلوم نیست که اینجا چی توفه است؟ یک ماه معلوم نیست. این ویزیتکا یک ماه عمل میکنه. توفهش رو آمده از خودی مغازه عروس زمانوی قبول میکنه. من با نزدیکی یک جانم توی دارد. حتما من با این ویزیتکا مغازه میبیایم. سراغش کجا است؟ خود این پژارکه در آمدگاه دستی راست میگرد. دروازه پژارکه دستی راست. روسکا بیایید. رسیدیم به نقطه فروش لباس‌های عروسی. دوستانی عزیز، از داخل مغازه عروسی زمانوی یک جای دیدن کردیم. چقدر لباس‌های زیبا برای گل‌عروسان و دامادان است. شما می‌توانید برای روز خرسندیتان آمده از اینجا کرته‌های زیبا و گلچین را همین جوره بیان که برای خرید گرفته می‌توانید برای گل‌عروسان و دامادان. کرته‌های زیبای این مغازه با کلی از دیگر جایها فرق میکنه، چون که راهبر مغازه خود طراح است، دوزنده ماهر که همه این کرته‌ها را با سبک و اسلوبی زیبا و تاجیکانه آماده کرده است. کرته‌های زیبای چکن، زردوزی، قشت، لاتا، چادر، همه چی برای شما گل‌عروسان هست. اگر شما در روز خرسندیتان بیایید از اینجا 2 کرته اجاره گیرید، سومش برای شما به پول هدیه میگردد. اگر 3 کرته گیرید با شما چادر هدیه میگردد. با باور نمودن کرته های زیبای مغازه عروسی زمانوی روز مخصوصی حیاتی شما خوب و خاطرمان میگذرد. زنها و دخترکای از این 14 ساله بالا برای شما من خوش خبر بهترین دارم. من کسمتولوژ هستم. این کار برای من دپلنیت کار است که دائما من در دکرت هستم، اما در این کمپانی ما کار فعالیت خدمت دوام دادم. در خانه نشسته همراه طفلک نوزاد 6 تا کار فعالیت کردم. پس شما نیز میتونید دخترکای عزیز در اینجا این زبانیای ما با نوکی زلاتای دایرکتور شدم. این سربنی دایرکتوری ما محکم کردم. نه غیر زرپلاتم بونوسی ما های دخترکای عزیز که بالایی با ما غیر زرپلاتو با بونوس میگیرم دخترکام. شما نیز میتونید با بالای بونوس و زرپلاتا ماترینس و بونوس میتین دخترکای عزیز که آدمایی که تولد میکنن بعد از تولد 1 سال ماترینس و بونوس به دست میگیرن. شما نیز میتونید افیشال کار است، میتونید بدیل پر بدرین. در اینجا یگان ریسک نیست، یگان سوم سپرده نیست، در اینجا خرید فروش نیست دخترکای عزیز که شما بگیرین و بار بگردین خانه به خانه. در اینجا فقط یا تلفن در کار است یا اینترنت، همه اینا ما شما را میآموزیم به پول روی گونامش. شما فقط چیکار کردن در کار خواهش کار کردن که داشته باشین، مرحمت نویسین در دایرکت من، در واتساپ ما شما را کار میگیریم. در اینجا فرق نداره شما دانشجوین یا شما زن خانه‌شینین یا شما زبان میدونین نمیدونین، اینا دخل نداره دخترکای عزیز. به اینو شما میتونین کار پیش ببرین و بالای این در یک ماه شما 2 مرتبه زرپلاتو به دست میگیرین با پدرکای کمپانی. سلام دوستانی عزیز، اینا برای فرزند برای بچه جانم شد سهر خطی مدرسه رفتم. باز برای کاری خدم باشه خدم در یگان چیز ضرور باشه نمیرم. خیلی خوب خستگی ورم، لیکن برای فرزند دویده میروی. کشه بچم شیرش انیخترش تمام شدگی بود، رفتم آوردم شیر بچم علیش کردگیم دیگه نمود شیر میدادم شا زیده گذشتگیم، نمیگم چی شیر میدادم شا چی نمود چه وزیر بلکت میتیم. باید شیر خوب بوده باور کنین. مادرها که باز همین شیر میتیا کنی نویسید خیلی از فرزند شما چه حس میکنه خچه نمو میتیم. باید بچم دمشق شدگی جسمان خیلی بقوت شدگی بزباله شدگی. ترکیبش خوندم از شیری گو شیری ناتورال تیار میشه و از شیری قاق نه که از همه بیشتر برای من پسند آمد. با روغنی پالما نداره، پالمینی مثلا نداره، پسند آمد. ببینم اشتراک میکنم. یه وقت میبینی که زنگ میزنن میگن شما در انم خیلی عکس اشتراک کرده بودید، صاحبی خانه صاحبی ماشین شدید. برای دخترانی که کرته‌های زیبا زمانوی و در مد بوده را دوست می‌دارند، من صحیفه زینب را پیشنهاد میکنم. حاضر یک چند نمودی کرته‌های این صحیفه انیخترش این مغازه رو من بر میکنم. ببینید چقدر زیبایند. برای دخترتان بهترین هایش را انتخاب کنید. زینب مغازه است. غیر از این لباس هایشان را شما میتوانید طریق صفحه اینستاگرام ببینید. مرحمت منظور شما یک چند بودش.
عزیز بینید двойка костюм костюме که این حال در مد و تیگری که همیشه برای ما و شما در مد است حساب می شود از بالا پیجاک اینا لباس های نبینن اولیه شده شما باور کنید و زیرش در رزمیراش هست کسبید کنید این ترویکه از دخترها پیجاک кофта و юбка. دوستان عزیز اینا یک جا رفته بودم که مولای دبی ترکیه دارن خیتای منم از اونجا یک گله چیز خرید کردم برای خانه برای کودکام به حد صفتی باروشون معقول شد از نشون میدم ببینین چی گرفتم در داخل اینجا وای است مصرف برای لباسشویی باور کنید خانه را دو روزه که بوی مصرف گرفتگی دو تا اسفیجیلای خوشبو گرفتم خانه شونم خیلی بوداش ما چه پاپوگای قدیم گرفتم اینا ببینید به حد باشون خوش روی کسی که تا حال نگرفته صحیفه شون از باید بودگت میتکمیم صحیفه شون اگر بودگت میتکم کنم سکس کنه این روغنی سر گرفتم ما این نموداش برای که اوجده با بود روغنی کاکاوز دیگر نموداش از اوناش ما دارم اینا با پیاز قطیه که پیازی سرخ میگن یم زوره برای موی سر برای ریزش برای مستحکم کردنی ریشه موی سر بعد انانی بسیاری باید بکرده است به حد خوبه چینم دارن امیو برای لباس شویی است که خیلی مثل تبلتکه است می اندازی هم خیبوش حالی نشوشته نکشده می برویه که انایی لاسیون برای بدن گرفتم بوی گل میکند بوی انم خیلی گلی رازوی به حد بوش معقول شد از این گرفتم لاسیونم به حد بسیاره لیکن بوی این حسابی که خوش بوی بود زوری بد بود نتونستم که نگیرم گفتم هیچ کنم میکنم با یک تا در بینشون زم میشود بوی به حد خوش رو داره بدن خیلی کاندیشنر کامفورت اینم بوشم جدیدم معقولی بد شد گرفتم میدیه که همه ما میدونیم دوست میداریم اینجا در گیلش هست باز شامپون کاندیشنر یک تا دو